الرحمن الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به قسمت دوم از داستان صحابی بزرگوار ربیع ابن زیاد، شخصیتی که عمر گفت از روزی که من به خلافت رسیدم آدمی صادقتر از این ندیدم که در صداقت و گفتار و رفتار، و گفتیم چه نصیحت‌های عمر رو کرد و اشاره کردیم که در سپاه ابو موسی اشعری ربیع ابن زیاد و برادرش حارث ابن زیاد همراه بودند و جنگ سختی در گرفت برای فتح شهر مناظر و مسلمانان خیلی کشته دادن. از جمله مهاجر برادر ربیع، مهاجر ابن زیاد برادر ربیع در این جنگ به شهادت رسید و گفتیم که در چه شرایطی بود. مسلمانان روزه بودن و اومدن اینها بالاخره سپاهیانی که در مقابل مسلمانان بودن سر ربیع مهاجر رو بریدن، برای مکان مرتفعی گذاشتند و اما ربیع ابن زیاد خوشحال بود. ربیع گفت که این دیگه بالاخره مقام شهادت هست، اما اگر خدا بخواد انتقام خون تو و مسلمانان رو خواهم گرفت. به اونجا رسیدیم که ابو موسی اشعری وقتی این صحنه رو دید گفت خب حالا که اینجوریه تو اینجا باش فرمانده این سپاه برای فتح شهر مناظر، من میرم به سمت سوس. دیگه مطمئن بود که ربیع ابن زیاد تخلف نخواهد کرد. اینجا بود که ربیع با سپاهیانی که در اختیارش بود مثل طوفان، مثل رعد، مثل تندر به سپاهیان دشمن حمله کرد و قلعه های اونها رو یکی پس از دیگری در هم میکوبید، مثل سیلی که اونجا رو در هم میکوبه و اینها رو شکست داد و تونست بالاخره مناظر رو فتح بکنه و اون رو به دست بیاره. و اینجا بود که با جنگی قهرمانانه شهر مناظر سقوط کرد و در اونجا مجاهدان اسلام و ربیع نشون داد که چه جنگاوریه و غنایم خیلی زیادی در اون شهر اینها به دست آوردن. بعد از این جنگ اسم ربیع ابن زیاد دیگه در همه جا پیچید، اسم جنگاوریش، قهرمانیش، اسم شجاعتش و جزو یکی از قهرمانانی شده بود که در همه جا از اون ذکر میشد در مبارزه و در جهاد اینها، تا اینکه تصمیم بر این گرفتن مسلمانان که به سمت سرزمین سیستان حرکت بکنن و اینجا بود که خداوند این توان رو داد که دیگه بالاخره حرکت کنن به سمت سیستان مسلمانان و سپاهی هم آماده شد که در اون سپاه پیروزی رو هم برای مسلمانان فراهم کرد. ربیع ابن زیاد هم با این سپاه در این سپاه به عنوان یک جنگاوری بود که حمله کرد به سوی، همراه شد برای فتح سیستان و این بیابانها رو طی می‌کردن که خودتون دیگه اگه به نقشه نگاه کنید می‌بینید این کویری رو که در این مسیر هست که نقل شده که حالا در اون موقع تاریخ عرب میگفتن که 75 مثلا فرسخ به حساب معیارهای اونها، ما میدونیم چند صد کیلومتر کویری که واقعا کویر وحشتناکی، کویر سختیه، عبور از اون عبور آسان نیست. در هر صورت اما در این مسیر کویر که اینها می اومدن تا به سمت سیستان برسن به جای جالبی رسیدن. نکته جالب بود که اینها به یه روستایی رسیدن که بهش میگفتن رستاق زالق که در محدوده سرزمین سیستان بود و این روستا دارای قصرهای بزرگی بود که دارای مثلا دیوارهای بلند بود و ثروت خیلی فراوانی در این منطقه بود. یک محله بود، مثلا یک شهرهایی بود که تو اون مسیر بود. خب ربیع ابن زیاد که این فرمانده این جریان بود و این وضعیت رو دید، گفت خب قبل از اینکه ما به اینجا برسیم باید بدونیم چگونه میتونیم حمله بکنیم که بتونیم پیروزی رو به دست بیاریم. اگر ما بخوایم همینجوری آماده بشیم و حمله بکنیم و اونها ما رو ببینن، ما ممکنه شکست بخوریم یا به پیروزی نرسیم. وایسیم دنبال فرصت مناسب. تا اینا فرصت پیدا کردن دیدن بله مثل یک جشنواره‌ای دارن اونها، به قول معروف جشنی دارند و در اون جشن همه مشغول هستن. گفت الان زمانیه که ما بتونیم به این منطقه حمله بکنیم و دنبال فرصت بودن. گفتن چرا که اینا همه مشغول جشن هستن و میتونیم ما در این فرصت سریعا حمله بکنیم و اینها دفاع کمتری دارن. در این شرایط بالاخره ربیع ابن زیاد تونست در یک فرصت مناسب حمله بکنه و اهالی اینجا رو غافلگیر بکنه و اون شرایط رو و اون منطقه رو تصرف کرد. 20,000 نفر در اون شهر، میگن در اونجا فقط اینا تونستن به اسارت بگیرن و از جمله امیری که اونجا میگفتن دهقان یا دهقان که مثلا بزرگ اونجا بود، اون رو هم به اسارت گرفتن. اون رو هم چیکار کردن؟ اینا به اسارت گرفتن و خب طبیعی بود که این دهقان هم بین اون کسانی بود که اونجا بود. اینا خب دارای کنیز و غلام بودن، همه اینها هم اسیر شده بودن و دیدن که بله نکته جالبی که وجود داره، این دهقان حدود مثلا 300,000 مثلا
افراد براش از این ور اونور مالیات و خوارج می آورده بودن. بالاخره جشنی بود که دیگه نیاکن، چون کسان زیادی اومده بودن از این ور اونور. بعد ربیع گفت این اموال و دارایی از کجا برای این دهقان اومده؟ گفتن نگاه کنید فقط این اموال و دارایی از یکی از این روستاها هست که براش میاره. مثلا منطقه ثروتمندی بود، خب باج میگرفتن، خراج میگرفتن به زور از مردم. و گفتش که چطوری؟ گفت هر سال. گفت بله هر سال اینها با زور شمشیر و نیزه و بالاخره اینها ثمر زندگی ما رو میگیرن، برای این شرایط برای ما فراهم میکنن. وقتی که خب جنگ تموم شد و بالاخره اون دهقان رو آوردن، اون فرمانروا رو آوردن پیش ربیع، گفتن که خلاص این میخواد خودشو بخره، میگه منو آزاد بکنید. گفت تو چجوری خودتو میخری؟ چجوری میخوای خودتو آزاد کنی؟ گفت هر چیزی که شما بخواید. ربیع ابن زیاد خب میفهمید که این دارایی زیادی تونسته از مردم با زور و خراج بگیره. خب این نیزه خودش رو در زمین فرو کرد، نیزه بلند بزرگی داشت، در زمین فرو کرد. گفت طلا و نقره هر چی داری بریز تا زمانی که این نیزه پر شد گم شد، بعد من تو رو آزاد خواهم کرد. اونم گفت من راضیم. بس اینا از مردم خورده بودن، در این سرزمین ها باج و رشوه گرفته بودن و آورد و گنج های زرد و بالاخره سفید خودش، طلا و نقره هر چی داشت روی این نیزه ریخت و این نیزه رو پنهان کرد. چون اینا گفته بودن این خیلی گنج های زیادی رو از همین مالیات ها و همین خراج های به زور از ما گرفته. بالاخره ربیع ابن زیاد با این سپاه خودش وارد سرزمین سیستان شد. غنایم زیادی هم گرفته بود و قلعه ها رو یکی پس از دیگری فتح می‌کرد و گویا که دیگه مثل برگای درخت میرسه این پیروزی سراغ اینها میاد و یک دهی پس از دیگری، شهری پس از دیگری فتح میشد تا اینکه اینها به شهر زرنج مرکز سیستان رسیدن. امروز هم زرنج اگه شما برید در نقشه افغانستان نگاه کنید، سیستان دو قسمته، یه بخش از سیستان در افغانستان افتاده، یه بخش در ایران افتاده در شمال بلوچستان و بخش عمده سیستان در افغانستان هست که زرنج مرکز اون شهر منطقه سیستان هست. این را هم یادآوری کنم که این دارای تمدن و ثروت زیادی در این منطقه بوده، اگرچه الان اون مناطق خشکه. هنوزم کسانی که افغانی هایی که در منطقه هستن میگن وقتی سیل میاد از اون زرنج میره، مثلا سیل آب پخش میشه، میبینید همراهش طلا و نقره ما میتونیم پیدا کنیم و گنج های فراوانی در اون سرزمین هست که بالاخره پادشاهان با زور و ستم گرفتند و اونا رو ذخیره کردن. حالا میبینیم با سیل یا زلزله بیرون میاد. در هر صورت دیگه اینا به شهر زرنج رسیدند و در اونجا بالاخره جنگ بزرگی صورت گرفت و در این جنگ مسلمانان بالاخره به پیروزی رسیدند و تونستند زرنج رو هم با سختی زیاد فتح بکنن. و جنگ قربانی زیادی دادن مسلمان ها برای اینکه بتونن بالاخره به پیروزی برسن و اونجا رو به دست بگیرن و این پیروزی سبب شد که بالاخره اینها به قدرت بزرگی دست پیدا کنن. نکته جالبی که در اونجا وجود داره میگه که در همون اولی که بالاخره پیروزی برای مسلمانان به وجود اومد، مرزبانی اونجا بود که حالا فرمانده یا هر چی بود که میگفتن مرزبان، اسمش پرویز بود و این اومد با ربیع ابن زیاد که مصالحه میکنیم. گفت مصالحه چیه؟ گفت با هم گفتگو میکنیم. اینی که بالاخره من میخوام بیام باهات گفتگو بکنم. ببین ربیع ابن زیاد باز اومد چیکار کرد؟ اینجا نقشه کشید که چیکار بکنه. اون مرزبان و اون فرمانده گفت من میام پیشت با هم گفتگو کنیم، دیگه جنگ فایده نداره، ببین به یک صلحی برسیم. خب اونها هم قوی بودن و قدرتمند بودن، نیرو نبود که ضعیف باشن. ربیع گفتش خب در مسیری که این میاد کاری بکنید که آثار جنگ و کشته‌ها اینها به طور نامنظم این ببینه پراکنده که وقتی که میرسه به پیش من ترس و وحشت افتاده باشه در دلش. خب این پرویز رو که همین مرزبان هم بود، هیکل بزرگی بود، داشت قد بلندی هم داشت، صورت گندمی هم داشت، چهره گندمی مثلا رو به سیاه هم داشت و این میگه وقتی که در این مسیر می اومد به دیدن ربیع ابن زیاد، وقتی این صحنه رو دید این پاهاش به لرزش افتاده بود، قلبش دچار ترس شده بود و نمیتونست واقعا ببینید چه کار میکنه و چه باید بکنه و در چه شرایط. زبانش لغلق افتاده بود و بالاخره اینها اومدن با یک شرایط خیلی خوبی که بالاخره تسلیم شدن در برابر مسلمانان. این صحنه رو که دید و گفتش که من حاضرم به شما 1000 غلام بدم که در روی سر هر غلامی مثلا یک جام طلا از باشه و خب ربیع ابن زیاد هم گفت اشکالی نداره. به این مصالحه رسیدند و روز بعد بود که بالاخره این سپاه مسلمانان تونستن به یک چنین پیروزی برسن و چنین غنیمتی رو بگیرن و اون روز برای مسلمانان از روزهای خاصی بود. در هر صورت ربیع ابن زیاد شمشیری برای مسلمانان بود، برای آزادی
بالاخره سرزمین ها از ظلم و ستم و بردگی و شهرها رو یکی پس از دیگری فتح میکرد تا اینکه دوران خلافت به بنی امیه رسید، دوران حکومت قدرت، و معاویه ابن ابی سفیان ربیع ابن زیاد رو فرستاد به سوی خراسان و اون رو والی خراسان کرد. اما از این قدرت و این فرمانروایی دیگه ربیع راضی نبود، چرا که از اون طرف خب بالاخره یک نگرانی هایی داشت نسبت به زیاد برادر امیر معاویه و از طرفی هم شرایط میدید که به گونه‌ای هست که دیگه خودش اینقدر ثروت و قدرت زیاد شده بود که میترسید دنیا اون رو واقعا فریب بده و اونها ازش خواسته بودن که بالاخره طلا و نقره هر چه هست در جنگ ها به دست میاد بفرستن به سرزمین شام. میگم نه، من این کار نمی کنم، من هر چه هست به دست میاریم از غنایم بین مسلمانان تقسیم میکنیم، خمسش رو برای حکومت میفرستیم، خمس غنایم جنگی رو. و آخر دیگه تصمیم گرفت که دیگه ایشون هم در بستر بیماری بود و گفت من دیگه استعفا میدم و این چنین هم شد که ایشون بالاخره در روزهای پایانی عمرش بود، رفت بین مردم سخنرانی کرد، در مردم مسجد سخنرانی کرد، گفت مردم من دیگه حالا بالاخره اون چیزی که خداوند می‌خواسته به مسلمانان عزت داده، غنایم جنگی به دست آوردید، قدرت به دست آوردید، امروز اسلام به همه جا رسیده و من هم دیگه از زندگی دنیا خسته شدم، من اندازه کافی بالاخره از این زندگی بهره بردم و دعوتی برای من رسیده که بالاخره احساس می‌کرد که مرگش رسیده و من هم می‌خوام لبیک بگم و میرم از این دنیا. و گفت خدایا اگر تو خودت میدونی زندگی من در این دنیا خیره، زندگی من ادامه بده و اگر زندگی که بیش از این برای من خیر نیست که زندگی من رو به پایان برسون. مردم هم آمین گفتن. میگن اون روز جمعه خورشید غروب نکرده بود تا اینکه ربیع ابن زیاد دیگه از این دنیا رفت و نقل شده که فرزند حارث ابن زیاد ابن ربیع کسی بود که میگن در زمان خودش ستاره شناس بود و هیچ کس مثل اون ستاره شناس نبود و قدرت اون رو نداشت و موارد دیگری که نقل شده که در تاریخ و اینها در مورد ربیع نقل شده. دیگه ما الان دیگه فرصت نیست این موارد رو بگیم، وقت ما پایان رسید. تا بالاخره جلسه دیگه و روز دیگه و داستان دیگه همه شما عزیزان در پناه خدای مهربان باشید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.